قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غریب او عابر السبیل. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرماید در دنیا بیگونه باشید گویا مسافر یا رهگذرید. و خداوند متعال نیز می‌فرماید: یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیاة الدنیا. و الله جل و علا شأنه می‌فرماید: ای انسان‌ها، این دنیا از بین می‌رود، مبادا که دنیا شما را فریب دهد. این دنیا جای ماندن نیست. همانطوری که حضرت جبرئیل امین نزد رسول خدا آمد و فرمود: ای رسول خدا، اگر سالهای سال در این دنیا زندگی کنید باز هم بازگشت شما به سوی الله می باشد. همونطوری که خداوند متعال می فرماید: واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. که خداوند متعال می فرماید و بترسید ای انسانها از آن روزی که بازگشت تک تک شما به سوی رب العالمین می باشد. عزیزان، برای خودمان توشه جمع کنیم و برای آخرتمان ذخیره کنیم، زیرا هیچ کس در این دنیا ماندنی نیست. همونطوری که خداوند متعال می فرماید: کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر آن چیزی که در مابین زمین آسمان است از بین می رود و تنها ذاتی که باقی می ماند الله جل و علا شأنه است. بیاییم که در بانک آخرتمان اعمال نیک و صالح ذخیره کنیم.